جنگ میان ایران و انگلیس به خاطر پروین خانم، خواهرزن ناصرالدین شاه قاجار، یک زن زیبا و هوسران که به خاطر رابطه‌اش با سفیر انگلیس رابطه دو کشور متشنج شد، سفارت تعطیل شد و ایران و انگلیس در آستانه جنگ قرار گرفتند و بعد انگلیس شهرهای بوشهر، خرمشهر و جزیره خارک رو اشغال کرد و ایران رو تحت فشار قرار داد که اگر هرات رو به افغانستان واگذار نکنید من این شهرها رو ترک نخواهم کرد و هرات افغانستان برای همیشه از ایران جدا شد. درود بر شما، من یزدانی هستم و اینجا آوا تاریخ. با ما همراه باشید تا یکی از رخدادهای عجیب و شگفت‌انگیز تاریخ معاصر ایران رو با هم بررسی کنیم. آوا تاریخ 19مین پسر فتح علی شاه قاجار، احمد علی میرزا، دختران بسیار زیبایی داشت. یکی از اون دخترها، گلین خانم، همسر عقدی ناصرالدین شاه قاجار شد و خواهر او یعنی پروین خانم که یک زن بسیار زیبا، لوند ولی هوسران و چندان در قید و بند نبود، 4 مرتبه ازدواج کرده بود و طلاق گرفته بود و در مرتبه 5 با شخصی به نام میرزا هاشم نوری از خاندانهای نوری اسفندیاری ازدواج کرد. این میرزا هاشم یک فرد فرصت طلبی بود که در تبریز به عنوان غلام خدمتکار به دربار ولیعهد یعنی ناصرالدین میرزا وارد شده بود و بعد از اینکه محمد شاه مرد و ناصرالدین میرزا از تبریز به تهران اومد و بر تخت سلطنت نشست، این باجناق یعنی میرزا هاشم نوری هم به دربار ایران راه پیدا کرد و شد یکی از ملازمان همیشه شاه ایران. ما داریم از زمانه‌ای صحبت می‌کنیم که امیرکبیر صدر اعظم بود و دست تمام خاندان‌های قدرتمند رو از حکومت کوتاه کرده بود و شاهزاده‌ها رو به نوعی به کناره رانده بود. طبیعی است که میرزا هاشم نوری هم در این زمان چندان پروبالی پیدا نکرد تا اینکه همین کار امیرکبیر سبب شد که او رو به قتل برسونند و میرزا آقاخان نوری به عنوان صدر اعظم ایران انتخاب شد. این 2 نفر با اینکه نام نوری داشتن نسبت خویشاوندی با هم نداشتند و به ظاهر میرزا آقاخان نوری با میرزا هاشم نوری اختلاف بسیار اساسی داشت و اجازه نمیداد که او در امور مملکت چندان به عنوان باجناق شاه دخالت بکنه. خب یک گام برگردیم به عقب، به همان زمان امیرکبیر. در این زمان فردی به نام کلونل شیل سفیر انگلستان در ایران بود. با مرگ امیرکبیر کلونل شیل هم از ایران رفت و یکی از کارداران سفارت به نام تامسون جای او رو گرفت و به عنوان سفیر کارهای سفارتخانه انگلیس رو انجام میداد. این آقای تامسون فردی بسیار باهوش و زیرک و حقه‌باز بود و در همین زمان دست به یک دسیسه بسیار شگفت‌انگیزی زد. برای اینکه ذهن و روح و روان شاه ایران رو به هم بریزه و شرایطی ایجاد بکنه که اون وضعیت گوش به فرمانی دربار ایران به یک شرایط متشنج تبدیل بشه و انگلستان بتونه به این بهانه امتیازاتی رو از ایران بگیره، آقای تامسون اولین مرتبه سعی کرد که وارد خانواده شاهی ایران بشه و از اون نقطه کار خودش رو آغاز کنه. بهترین وسیله برای این کار کسی نبود جز میرزا هاشم نوری یعنی باجناق ناصرالدین شاه، فردی که حالا به دلیل اختلافش با میرزا آقاخان نوری و کوتاه شدن دستش از امور مملکت قهر کرد از دربار و وارد سفارت انگلیس شد و در آنجا مشغول به کار شد. مشغول به کار شدن میرزا هاشم نوری سبب شد که همسرش پروین خانم، خواهرزن ناصرالدین شاه هم در سفارت رفت آمد کنه و این رفت آمدهای مکرر پروین خانم کم کم یک رابطه احساسی و عاطفی خارج از عرف رو بین او و تامسون سفیر انگلیس ایجاد کرد.
حالا در نظر بگیرید یک زنی که چندان نام خوشی در دربار نداره مدام حرکت‌هایی رو هم انجام میده که این موضوع رو دامن میزنه و درباریان دارن درباره اون صحبت میکنن و اتفاقاً در سفارت انگلیس هم سعی بر این هست که این رابطه رو به گونه‌ای علنی کنن و اعصاب شاه ایران رو به هم بریزن. کم کم داستان ارتباط پروین خانم با تامسون سفیر انگلیس از دیوارهای سفارت و دربار به کوچه های تهران میرسه و مردم شروع میکنن در این رابطه صحبت کردن و بعد سفارتخانه های کشورهای دیگه هم یکی یکی این موضوع رو مطرح میکنن که خواهرزن ناصرالدین شاه با سفیر انگلستان در یک رابطه قرار داره. این ارتباط میان پروین خانم و تامسون تقریبا علنی میشه به گونه‌ای که پروین خانم مدام در سفارت قرار داشته و حتی زمانی که در تابستانها سفارت انگلستان برای تغییر آب و هوا به منطقه قلهک میره، در اونجا برای پروین خانم هم یک چادری رو علم میکنن و پروین خانم هم همراه سفیر به قلهک میره و بعد هم برمیگردن در کناره سفارتخانه یک عمارت مجللی رو دولت انگلیس برای پروین خانم خریداری میکنه و پروین خانم در اون خانه مجلل زندگی میکنه. بسیاری از اسناد و مدارک در این دوره گویای این هستند که تامسون و پروین خانم ارتباطشون به گونه‌ای بوده که حتی میرزا هاشم نوری هم وقتی استخدام شده به دلیل این رابطه بوده. از جمله افرادی که در این مورد نوشتن مثلا ژنرال سر پرسی سایکس نوشته سفیر میرزا هاشم رو به خاطر زنش استخدام کرده بود و یا میرزا آقاخان نوری نوشته که تامسون چون با زن میرزا هاشم رابطه نامشروع داشت او را به استخدام درآورده بود. چرا این کار رو میکرد سفارت انگلستان؟ همانطور که گفتیم رابطه ایران و انگلستان در زمان ناصرالدین شاه یک رابطه بسیار حسنه بود و به همین دلیل انگلستان نمیتونست از این روابط حسنه عدول بکنه و خواسته هایی رو مطرح کنه. بنابراین برنامه ای رو چیده بودند تا به گونه ای این رابطه متشنج بشه و انگلیسی ها به خوبی میدانستند که در مشرق زمین آنچه که مهمه مسئله ارضی و آبرویی هست، حتی برای دربار و حتی برای شاه. بدین جهت خواهرزن شاه رو انتخاب کرده بودند، یک فردی که بسیار مستعد چنین تله‌ای بود و او را به تله کشونده بودند تا از این موقعیت استفاده بکنند. به هر حال خویشتن‌داری ناصرالدین شاه تمام میشه تا اندازه‌ای که در نامه‌ای به میرزا آقاخان نوری می‌نویسه اگر تامسون دست از این رفتار گستاخانه و بی‌ادبانه خود بر ندارد، به خداوندی خدا سفارت انگلیس را به آتش می‌کشم و هیچ ملاحظه پایان کار را نخواهم کرد. باید ببینیم که واکنش انگلستان در این زمان چیست. انگلیسی ها تامسون رو فرا میخونند و در سال 1233 هجری خورشیدی سفیر دیگری به نام چارلز موری رو به تهران میفرستند تا به گفته روزنامه تایمز شاه ایران رو ادب کنه و او رو به اطاعت در بیاره. این عین جملات تایمز هست. درباریان فکر میکنن چون تامسون رفته و چارلز موری اومده موضوع پروین خانم قراره حل بشه، اما این موضوع نه تنها حل نمیشه بلکه پروین خانم این مرتبه نیز با سفیر جدید انگلیس مجددا وارد یک رابطه عاطفی و احساسی میشه، در صورتی که شوهرش در همون سفارتخانه مشغول به کاره و تمام حرف و حدیث هایی که در دربار و بیرون از دربار در سفارت و در کوچه و بازار تهران زده میشه رو میشنوه. اما سکوت کرده چون فردی فرصت طلب یا به نوشته برخی از اسناد یکی از حقوق بگیران انگلیس است که مأمور انجام چنین کاری است. دربار ایران وقتی که این رفتار رو میبینه به صورت رسمی از سفارت انگلیس درخواست میکنه که پروین خانم خواهرزن ناصرالدین شاه رو از سفارت اخراج بکنن. اما سفارت انگلیس میگه او یکی از تبعه ماست و ما چنین کاری رو انجام نخواهیم داد. بنابراین دربار دست به یک
کار دیگری میزنه. فردی رو نزد میرزا هاشم نوری میفرستند و به او پیشنهاد میدهند که تو 2 سال در سفارت مشغول به کار هستی و در سفارت حقوق گرفتی، ما به ازای هر سالی 200 تومان به تو میپردازیم و خود شاه هم قبول میکنه که 300 تومان اضافه به عنوان پرداخت قرضها و حل کردن گره‌ها و مشکلات میرزا هاشم نوری بپردازه، ضمن اینکه او از سفارت وقتی که بیرون میاد شاه سوگند یاد میکنه که نگذاره کسی به او آسیب برسونه و بعد میرزا هاشم نوری رو در هر جای ایران که او تمایل داشته باشه به کار بگمارند و سالانه رقمی نزدیک به 500 تومان عایدی داشته باشه. اما میرزا هاشم نوری نمیپذیره و میگه من در سفارت مشغول به کار هستم و از اینجا خارج نخواهم شد. از اون طرف سفارت انگلیس برای اینکه لج شاه ایران رو در بیاره و به نوعی با اعصاب و روان او بازی بکنه، کنسولگری انگلستان در شیراز رو به میرزا هاشم نوری میدهند و میرزا هاشم نوری قرار است از تهران حرکت کنه به سمت شیراز بره و در اونجا یک کار نامتعارف، یک ایرانی به عنوان کنسول انگلستان فعالیت کنه. درباریان میگن اگر چون این اتفاقی بیفته ما در راه میرزا هاشم نوری رو توقیف میکنیم و همین سبب میشه دوباره رابطه دربار و سفارت به شدت متشنج بشه و انگلستان این رو مداخله در امور داخلی کشور خودش تلقی میکنه. در این زمان شاه ایران دست به یک چاره‌جویی میزنه. ناصرالدین شاه به برادرزن خود سلطان حسین میرزا متوسل میشه و سلطان حسین میرزا یک دسیسه‌ای میچینه تا یکی از دوستان پروین خانم یک روز پروین خانم رو به مهمانی دعوت میکنه و پروین خانم وقتی از سفارت انگلستان به بیرون میاد سلطان حسین میرزا اون رو میگیره و در یک عمارتی حبس میکنه و از برخی از علما فتوایی میگیره که کار من کار شرعی و قانونی هست. سفارت انگلیس وقتی این موضوع رو مطلع میشه درخواست میده که بلافاصله پروین خانم رو آزاد کنیم. وقتی اونها فتوای علما رو نشان میدند سفارت انگلیس هم افرادی رو میفرسته نزد چند تن از علمای تهران و فتوایی میگیره تحت این عنوان که همسر پروین خانم در سفارت هست و شرعاً و قانوناً باید این زن رو تحویل سفارت انگلستان بدهند تا در کنار همسرش باشه. اما دولت ایران امتناع میکنه و چون این کاری رو نمیکنه و پروین خانم رو آزاد نمیکنه. سفرای فرانسه و عثمانی پادرمیانی میکنن اما دولت ایران نمیپذیره که پروین خانم رو رها کنه. در همین زمان ناصرالدین شاه یک نامه خطاب به مؤتمن الملک به صورت دستوری مینویسه با این مضمون که قصد چارلز موری این است که خواهرزن ما را به زور ببرد و ما تن به این خفت و خواری نخواهیم داد و آن زن رو آزاد نمیکنیم. کار به جایی میرسد که سفارت انگلیس یک التیماتوم 2 روزه میدهد که اگر تا 2 روز دیگر پروین خانم زن میرزا هاشم نوری به سفارت برنگرده ما پرچم خودمون رو پایین خواهیم آورد و سفارت رو تعطیل میکنیم، درهای اون رو میبندیم و من به کشور خودم برمیگردم. دربار توجهی نمیکنه و سفارت انگلستان در 14 آذر 1234 پرچم خودش رو پایین میاره و درهای سفارتخانه رو میبنده و چارلز موری تهران رو ترک میکنه به قصد بغداد. بگذارید تا چارلز موری از تهران به بغداد میرسه مروری بکنیم بر شخصیت میرزا هاشم نوری. او با پروین خانم زمانی ازدواج میکنه که همه گذشته پروین خانم رو میدانست و این رو میدانست که پروین خانم زنی نیست که چندان در قید و بند عرف و زندگی مشترک باشه. بعد دربار ایران رو به قهر ترک کرد، به سفارت انگلستان رفت به بهانه اینکه من برای گذران زندگیم نیاز به کار دارم. اما زمانی که شاه ایران حتی به او پیشنهاد 700 تومان به عنوان بخشش هدیه داد و بعداً پیشنهاد کاری با سالی 500 تومان به او داد، میرزا هاشم نوری نپذیرفت. پس برای کار نرفته بود به سفارت انگلستان. روشن یک برنامه ریزی حساب شده ای بود که در پایان خواهیم دید چگونه نتیجه ای رو به بار آورد.
مسئله مهم دیگر اینجا جنگ زرگری میرزا آقاخان نوری و میرزا هاشم نوری است. به نظر میرسه چون هر دوی اینها از حقوق بگیران و از مطیعان و افراد خدمتگزار به انگلستان بودند، دعوای اونها هم باید یک دعوای زرگری بوده باشه، چرا که بعداً خواهیم دید که میرزا آقاخان نوری چه خدماتی به انگلستان میکنه. به دنبال قطع رابطه ایران و انگلیس تقریبا تمام کشورهای منطقه مطلع میشن و همه کشورهایی که سفارتخانه‌ای در ایران داشتن این موضوع رو به دولت‌های مطبوع خودشون گزارش میدن. در این زمان دربار ایران یک گونه خودزنی میکنه، بیانیه‌ای آماده میکنه و به سفرای خودش در تمام کشورهای اروپایی میفرسته تا این بیانیه رو در مطبوعات روز اروپا منتشر کنن. مضمون بیانیه دقیقاً 0 تا 100 رخدادهای اتفاق افتاده بوده و دیگه جای پنهانکاری نبوده، چون شاه ایران ناگزیر بوده در این بیانیه بنویسد که انگلستان رابطه خودش را به خاطر رابطه سفیر با یک زن با ایران قطع کرده است. این بیانیه در مطبوعات اروپا به چاپ میرسه و انگلیس به شدت ناراحت میشه و از ایران میخواد که رسما عذرخواهی بکنه. اما از این طرف شاه ایران در سخنانی به صدر اعظم خودش میگه که ملکه انگلیس باید به خاطر این رفتار بی‌ادبی و گستاخانه سفیرش رسما از ایران عذرخواهی کند، وگرنه ما نه آن سفیر و نه سفیر دیگری را بدون عذرخواهی هرگز به حضور نمیطلبیم. انگلستان توجهی به این خواسته شاه ایران نمی کند. سفیر ایران در عثمانی در شهر استانبول با سفیر انگلستان در استانبول دیدار می کنند و گفتگو می کنند بلکه بتوانند این مسئله رو حل کنند. اما خواسته های سفیر انگلستان در استانبول عجیب و غریب است. از جمله اینکه زوجه میرزا هاشم باید به سفارت برگردد. صدر اعظم ایران باید رسما عذرخواهی کند. ما 3 نفر را مشخص می‌کنیم که شاه ایران هر کدام را که خواست انتخاب کند و او به نمایندگی شاه ایران بیاید و عذرخواهی کند. سردسته روحانیونی که فتوایی دادند مبنی بر اینکه برادر پروین خانم میتونه اون رو در حبس نگه داره باید رسما عذرخواهی کنند و از این پس دیگر چون این اشتباهی رو نکنند. این خواسته ها هیچ کدامش به مذاق دربار ایران خوش نمیاد. طبیعتاً خواسته های زورگویانه ای هستند، افزون بر این که سفیر انگلستان در عثمانی یک شرایط پروتکل مانند رو هم برای ملاقات سفیر، یعنی همون چارلز موری، مشخص میکنه که چگونه از بغداد به کرمانشاه و بعد به تهران اون رو مشایعت کنند و بعد در تهران 22 گلوله توپ شلیک کنند و به نوعی به تمام سفارتخانه های کشورهای دیگر قدرت انگلستان رو اعلام بکنند. سفیر ایران در عثمانی خطاب به این سفیر انگلستان میگوید من تمام موارد را منتقل خواهم کرد، اما شلیک کردن 22 گلوله توپ در شهر تهران سابقه نداره جز در روزهای عید نوروز و ما شاید نتوانیم این کار رو انجام بدیم. دقت میکنید؟ به کجاها فکر میکردن؟ به هر حال این رابطه بهبود پیدا نمی کند. درست در همین زمان قرار است میوه و ثمره این دسیسه‌ای که تامسون سفیر اولیه انگلستان در تهران کاشته بود به بار بنشینه. حاکم هرات که چند مرتبه شورش کرده بود و مورد وثوق و اطمینان دربار ایران نبود، حالا قرار گرفته بود در مقابل حمله فرد دیگری به نام دوست محمد خان که حاکم قندهار بود و انگلیسی ها اون رو حمایت می‌کردند. وقتی این حمله نزدیک شد حاکم هرات هم به نوعی گردن گذاشت و قرار بر این شده بود که شهر هرات به تصرف دوست محمد خان در بیاد. اما از تهران فردی به نام حسام السلطنه که یکی از پسرهای عباس میرزا و انصافاً یکی از قاجارهای بسیار دلاور و میهندوست و فرد جنگاور و کار آزموده‌ای بود، فرستاده شد برای اینکه از سقوط شهر هرات پیشگیری بکنه.
حسام السلطنه به منطقه شرق ایران رفت و در آنجا با جنگیدن با نیروهای دوست محمد خان و سرکوب کردن حاکم شورشگر هرات شهر هرات رو به تصرف خودش در آورد. اما درست در همین زمان که حسام السلطنه داشت میرفت به سمت هرات، انگلیسی ها دست به یک حرکت دیگری زدند. نیروی دریایی انگلستان وارد خلیج فارس شد و شهر بوشهر، بندر محمره یا خرمشهر امروزی و جزیره خارک رو اشغال کرد. این سه موضع رو اشغال کرد تا دولت ایران رو تحت فشار قرار بده که از موضوع شهر هرات صرف نظر کنه. به حسام السلطنه خبر دادند که دولت انگلیس شهرهای جنوب ایران رو اشغال کرده است. حسام السلطنه در اون زمان هرات رو گرفته بود. فتحنامه‌ای نوشت و زیر اون فتحنامه به ناصرالدین شاه گفت مبادا نگران این موضوع باشی، چون انگلیس الان درگیر شورش‌های هند هم هست. ما هرات رو گرفتیم و الان در این منطقه موضع گرفته ایم. اگر دولت اجازه بدهد ما از همینجا به هندوستان حمله می‌کنیم و از این راه انگلستان رو تحت فشار قرار میدیم. اما ناصرالدین شاه جرأت نکرد و در این زمینه حرفهای میرزا آقاخان نوری تأثیر بسیار شدیدی روی ذهن و روح و روان ناصرالدین شاه گذاشت. چون میرزا آقاخان نوری مدام در گوش ناصرالدین شاه چنین میخواند که اگر حسام السلطنه که الان هرات رو فتح کرده به سمت منطقه هندوستان بره و در اونجا هم فتوحاتی به دست بیاره، میزان محبوبیت او چندان زیاد خواهد شد و به دلیل اینکه یکی از فرزندان عباس میرزا هست ممکن است بعداً به عنوان یکی از مدعیان سلطنت برای شاه مشکل ایجاد کنه. در نتیجه شاه ایران بر سر دوراهی قرار گرفته بود که با این موضوع چه کند. در همین زمان دربار ایران هم مدام در تلاش بود که ارتباط خودش رو با دولت انگلستان از راه دیپلماتیک حل بکنه. بنابراین پیشنهاد گفتگو دادن و پاریس به عنوان محل گفتگوی میان دولت ایران و دولت انگلستان مشخص شد. سرانجام در اسفند 1235 خورشیدی یعنی سال 1857 میلادی نمایندگان ایران یعنی فرخ خان امین‌الدوله و میرزا ملکم خان در پاریس روبروی نمایندگان انگلستان نشستند تا با هم گفتگو بکنند. اما چه گفتگویی؟ چون تمام این جلسه به نوعی تحکم انگلستان بود و انگلستان چندین التیماتوم را تحت عنوان معاهده به ایران تحمیل کرد که یکی از ننگین‌ترین معاهده ها و قراردادهای نوشته شده در تاریخ ایران است. بخشی از مفاد این قرارداد چنین بود: 1. تخلیه خاک افغانستان توسط ایران و سپس تخلیه شهرهای اشغال شده توسط انگلستان. 2. به رسمیت شناختن استقلال افغانستان و جدا شدن هرات از ایران برای همیشه. 3. پذیرفتن حکمیت انگلستان در موارد مورد مناقشه میان ایران و افغانستان. 4. کنترل تجارت غلام و کنیز در خلیج فارس. واگذاری بندر عباس به حاکم مسقط برای کار تجارت و واگذار کردن امتیازهای متعدد مالی و تجاری به انگلستان و از همه مهمتر بند 11 این قرارداد ننگین است که تحت عنوان بند پروین خانم از اون یاد میشه. در این بند به نوعی انگلستان تحکم کرده است که دولت ایران حق ندارد هیچ کدام از تبعه انگلیس را که قبلا با اونها مشکل داشته یا از این پس مشکل پیدا می کند در جایی حبس و یا نگهداری کند. مضمون اینه که زوجه میرزا هاشم نوری یا همان پروین خانم رو به سرعت آزاد بکنند و او برگرده به سفارت و دوباره همان روند و همان حرف و حدیث ها و همان موضوع عصبانیت دربار ایران. تحت هر شرایط ایران این رو میپذیره و هرات برای همیشه از دامن ایران جدا میشه. ناصرالدین شاه در این زمان خطاب به فرخ خان امین‌الدوله میگه من از این قصه تا قیامت خواهم سوخت. ولی شاهی که اونقدر نسبت به موضوعات مملکت خودش بی اراده و ناتوان هست که حتی میتوانند با یک موضوع خانوادگی ذهن و روح و روان اون رو به هم بریزند،
گویا حق نداره که تا این اندازه نسبت به موضوعی که خودش و ضعف دولتش مسبب اون بودند ناراحت باشه. به هر حال مستر چارلز موری تقریباً 1 سال و 3 ماه بعد از اینکه سفارت ایران رو ترک کرده بود و به بغداد و انگلستان رفته بود، مجدداً به ایران باز میگرده. اما چگونه؟ در یک شکوه و جلال و استقبال بی‌نظیری، به گونه‌ای که یکی از سردمداران ایران در کرمانشاه به استقبال پیر چارلز موری میره و بعد اون رو با گروهی از سربازان و همراهانش تا نزدیکی‌های تهران میارن و بعد دولت مردان ایران همگی بلند میشن و به استقبال پیر چارلز موری میرن. صدر اعظم برای اونها حلویات و شیرینیجات هدیه میفرسته و شاه ایران ناصرالدین شاه، همان کسی که میگفت سفارت انگلستان رو به آتش میکشم اگر دست از این حرکات خودشون بر ندارند، یک اسب با زین زربفت و لگام و افسار طلا به چارلز موری هدیه میده و دوباره پرچم انگلستان بر بالای سفارتخانه‌اش در تهران به اهتزاز در میاد و مجدداً پروین خانم به سفارت میره و این سیکل مدام تکرار میشه. یکی از نمونه ها و پرونده هایی که میزان توانمندی و مقاومت و درایت و سیاست شاهان قاجار رو در برابر دولت‌های بیگانه روشن میکنه. ناصرالدین شاه، همون شاهی که میگفت مردشور چون این سلطنتی رو ببرن که وقتی میخواهم به شمال کشور بروم سفیر انگلیس اعتراض میکنه و وقتی میخواهم به جنوب کشور بروم سفیر روسیه. واقعا همچنان بود. شاه هیچ گونه قدرت و اراده‌ای نداشت و مردی مانند امیر کبیر هم در دولت آن زمان ایران نبود و دربار در دست فردی به نام میرزا آقاخان نوری بود که در همین قرارداد 1857 پاریس رشوه کلانی رو گرفت و این معامله رو جوش داد به گونه‌ای که هرات برای همیشه از دامن ایران جدا شد. و اما منابع، مطابق معمول ما همه منابع رو در کپشن یا توضیحات زیر ویدیو درج میکنیم، اما منابع مهم خودمون رو هم اینجا معرفی میکنیم که در این ویدیو ما از 4 اثر استفاده کردیم که عبارتند از یک اولیگارشی یا خاندانهای حکومتگرا در ایران، خاندان نوری اسفندیاری نوشته ابوالفضل قاسمی نشر روز و کتاب جنگ انگلیس و ایران نوشته کاپتان هونت ضمیمه مجله یادگار و همچنین ماجرای دولت انگلیس و میرزا هاشم خان نوری نوشته محمود قروی نشر تاریخ ایران و سیاستگران دوران قاجار نوشته خان ملک ساسانی نشر بابک. سپاسگزارم از شما که تا اینجا با ما همراه بودید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو هم برای ما بنویسید و حتما این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید تا دیده بشه و ما بتونیم ویدیوهای بهتری رو تهیه کنیم.